این سیله ملخ‌ها مثل بلای برای کشاورزان و چارواداران وادی وخش هستند. روز به روز بزرگتر می شوند و از یک ناحیه به ناحیه دیگر حمله می کنند. اینجا زمین های جماعت بستان قلعه ناحیه کوشانیان است. در همسایگی ناحیه دنغره که از چنگ ملخ در امان نمی ماند. این چوپان ها از ناحیه جلال الدین بلخی به ناحیه فیض‌آباد حرکت دارند. ساعت استراحت می کنند تا گوسفندان هم بیچرند. در جایی که حالا پای ملخ به آنجا نرسیده است. میگویند که لشکر ملخ ها امسال بزرگتر است. ملخ سال بهد بسیار. ملخ همه جدا. ملخ بسیار بهد. راه نامودیم همه جدا ملخ علف پول میخورد اگه پشت دیگه. همینجا آمدیم کم تا بود رو همینجا دا ملخ بهد بسیاره. همه را خورد است. مولام گشنه اومده توجه روی گشنه نیست علف بخوره. مقامات ختلان هم میگویند که امسال منطقه های وسیع‌تر از دست ملخ آسیب دیدند، ولی مساحت زمین های ضرر دیده حالا دقیق نشده است. اگر برای محو آنها زودتر دست به کار نشوند، حشرات زیان آور کشتزارهای وسیع‌تر را نیست و نابود می کند. سال گذشته کشاورزان زیاد از دست ملخ میدانهای پخته و دیگر زراعت‌هایشان را از دست دادند و هزاران سامانی ضرر دیدند. دوباره کاریدیم پخته را. ایدیما شاهنظر و از دهه سنگتوده ناحیه دنغره یکی از آنهاست. امسال هم می ترسد که از بلای ملخ امین نمی ماند. برای همین از مقامات می خواهد که کمک کنند. تاریخ تگیه ملخ یک روز سیاه بچه ها پول میتن میروند میزنن با دور زنک کدامیتی ویره میکشن. اینجا چراگاه های ناحیه کوشانیان است که زهر می پوشند تا ملخ را از بین برند. مقامات میگویند ملخ به دیگر نواحی به مثل پنج و فرخار، دنغره و بلخی و دیگر ناحیه های ختلان نیز حمله کرده است و ستاد مبارزه بر ضد ملخ تدبیر می اندیشد. چاره های ناکافی سبب بازگشت ارتش ویرانگر و ضرر دیدن کشاورزان دانسته می شود. سبب هر سال زیاد شدن همین ملخ این است که وقتی که راوند یکم ملخ میکشیم، راوند دومش یا راوند سومش کم اهمیت میتیم، انم حالت سومی که اهمیت ندادیم اونو کلان میشن، بعد کشتن هم دشوار میشه. حالا که قنات میپرد به مسافه کیلومتر میپرد، چند کیلومتر یا میپرد. انا همین سوم راوند که نکشیم، سوم راوند الکی او تخم میگذارد، الکی از یک ناحیه به ناحیه دیگه میگذارد. اون موقعی که ما حضور داریم اینجا سرحد این ناحیه کوشانه به ناحیه دنغره باشد، این طرف شهر سربند دهه زغیرتی، همینجا ملخ ها از این طرف اوسر اومده 5-6 شدن. ملخ مراکشی هر بهار مهمان ناخوانده ولایت ختلان می شود. مقامات ولایت اگرچه می دانند که لشکر ویرانگر هجوم می کند، ظاهرا درست آماده نمی شوند که هر سال از آن شکست می خورند.